سلام علیکم دوستان عزیز، خوش آمدید به درس 31 زبان انگلیسی ما. زبان انگلیسی از صفر از روی کتاب Basic English Grammar by Betty Azar. پیش از آغاز کردن درس امروزه اگر به کانال آبونه نشده باشید لطفاً آبونه شوید و نوار لایک گذارید. فکر و عقیده های خود را برای بهتر کردن صفت درس ها در شرح ها نویسید. این نوار را با دوستان و نزدیکانتان روان کنید. برای اولین شده خبردار شدن از درس های نو زنگوله را زیر کنید. چون هر وقته درس امروزه رو نیز با quote of the day یعنی سخن روز آغاز میکنیم و سخن روز امروزه من چنین است: All big things come from small beginnings. The seed of every habit is a single tiny decision. By James Clear from Atomic Habits. ترجمهش به زبان تاجیکی می شود: همه چیزهای بزرگ از ابتدای خرد آغاز می شوند. تخم هر یک عادت یک قرار خرد است. سخن جیمز کلیر از کتاب عادتهای اتمی. چنانه که میدانید ما در چپتر 4 یعنی در باب 4 کتاب قرار داریم و موضوع باب 4 کتاب using the present progressive یعنی استفاده بری زمان حاضره دوامدار می باشد و موضوع امروزه همان باشد the simple present versus the present progressive. زمان حاضره عادی و زمان حاضره دوامدار. درس 31 خیلی که گفتم موضوع درس امروزه ما the simple present versus the present progressive یعنی زمان حاضره عادی و زمان حاضره دوامدار یعنی باب 3 و باب 4 کتاب را مقایسه میکنیم و با هر دو زمان در پایان یک مثال آورده ایم. I sit in class every day. من در صنف هر روز می‌نشینم. در زمان حاضره دوامدار باشد I am sitting in class right now. من عین حال در صنف نشسته ایستادم. در صفحه بعدی موضوع را خوبتر میفهمونیم. خیلی که گفتم موضوع امروزه ما the simple present versus the present progressive یعنی زمان حاضره عادی و زمان حاضره دوامدار می باشد. مثال ها رو میخونیم. مثال A I sit in class every day. من در صنف هر روز می نشینم. این جمله در زمان حاضره عادی است و در صنف نشستن من این عادت مقرره من است و این کار رو من هر روز اجرا میکنم. مثال B رو میخونیم. I am sitting in class right now. من عین حال در صنف نشسته ایستاده ام. این زمانی حاضره دوامدار می باشد و نشستن من دوام دارد. مثال C رو میخونیم. The teacher writes on the board every day. معلم در تخته هر روز می نویسد. این عادت مقرره معلم هست و معلم هر روز در تخته می نویسد. این زمانی simple present یعنی حاضره عادی می باشد. مثال D The teacher is writing on the board right now. معلم عین حال در تخته نوشته ایستاده است. این زمان حاضره دوامدار می باشد و در تخته نوشتن معلم رو حاضر من دیده ایستادم. Questions در شکل‌های سوالی مثال ها رو میخونیم. مثال E Do you sit in class every day? آیا تو هر روز در صنف می‌نشینی؟ عادت مقرره رو میپرسد که آیا تو هر روز همین کار رو اجرا میکنی؟ مثال F Are you sitting in class right now? آیا تو عین حال در صنف نشسته ایستاده ای؟ این زمان حاضره دوامدار می باشد. مثال G Does the teacher write on the board every day? آیا معلم در تخته هر روز می نویسد؟ عادت مقرره معلم رو پرسیده ایستاده ایم که آیا هر روز این کار رو اجرا می کند؟ مثال H Is the teacher writing on the board right now? آیا معلم عین حال در تخته نوشته ایستاده است؟ Negatives در شکل‌های انکاری و یا شکل‌های منفی. مثال I don't sit in the class every day. من هر روز در صنف نمی‌نشینم. مثال دیگر I'm not sitting in class right now. من عین حال در صنف ننشسته ایستادم. مثال یکم در زمان حاضره عادی بود. مثال دوم باشد در زمان حاضره دوامدار. The teacher doesn't write on the board every day. معلم هر روز در تخته نمی نویسد. این کار مقرره معلم است. ما هر روزه فعالیتش رو گفته ایستاده ایم که در تخته هر روز نمی نویسد. The teacher isn't writing on the board right now. معلم عین حال در تخته ننوشته ایستاده است.
ما با پگاه و یا با روزی گذشته کار نداریم، ما با حاضر کار داریم و حاضر دیده ایستاده ایم که معلم در تخته ننوشته ایستاده است. از این رو زمانی حاضره دوامدار را استفاده میبریم. The simple present express habits or usual activities as in A, C and E. زمانی حاضره عادی عادت‌ها و قرارهای مقرری را، مشغولیت‌های مقرری را می‌فهماند، چنانچه که در مثال‌های A, C و E دیدیم. The present progressive expresses actions that are happening right now while the speaker is speaking as in B, D and F. زمانی حاضره دوامدار باشد عادت‌هایی را می‌فهماند که عین حال رخ داده ایستادند و وقتی سخن گفتن گوینده اجرا شده ایستادند. خیلی که در مثال‌های B, D و F B, D و F نشان داده شده است. I am sitting in class right now. من وقتی که این جمله رو گفتم در صنف نشسته ایستادم. در مثال دی باشد The teacher is writing on the board right now. وقتی گفتن وقتی که من این جمله رو میگویم معلم در تخته نوشته ایستاده است. مثال F هم همچنین. The simple present uses do and does as helping verbs in questions. در زمان حاضره عادی خیلی که میدانید در شکل سوالی ما فعل‌های do و does رو استفاده میبریم. Do you sit in class right every day? Do you sit in class every day? آیا در صنف هر روز می‌نشینی؟ و اگر درباره he, she, it گپ زنیم does استفاده میبریم. Does the teacher write on the board every day? آیا معلم در تخته هر روز می‌نویسد؟ The present progressive uses am, is and are in questions. در زمان حاضره دوامدار باشد در شکل سوالی ما فعل‌های to be am, is و are را استفاده میبریم. اگر درباره من گپ رفته ایستاده باشد am استفاده میبریم. اگر درباره he, she, it گپ رفته ایستاده باشد is استفاده میبریم و اگر درباره we, you, they گپ رفته ایستاده باشد are استفاده میبریم. Are you sitting in class right now? درباره pronoun you گپ رفته ایستاده است. از این رو فعل to be are استفاده بردیم. در اینجا درباره the teacher درباره he و یا she گپ رفته ایستاده است. از این رو is استفاده بریم. Are you sitting in class right now? آیا در صنف عین حال نشسته ایستاده ای؟ در اینجا باشد is the teacher writing on the board right now? آیا معلم عین حال در تخته نوشته ایستاده است؟ The simple present uses do and does as helping verbs in negatives. در زمان حاضره عادی برای شکل اینکاری فعل‌های یاری دهنده do و does استفاده می شوند. I don't sit in class every day. فعل یاری دهنده do و پسوند not استفاده بردیم. I don't sit in class every day. من هر روز در صنف نمی نشینم. در زمان حاضره عادی باشد the present progressive uses am, is and are in negatives. زمان حاضره دوامدار باشد فعل‌های یاری دهنده am, is و are را استفاده می‌برد و بعد از آن not علاوه می‌شود. I'm not sitting in class right now. من عین حال در صنف ننشسته ایستادم. The teacher isn't writing on the board right now. معلم عین حال در تخته ننوشته ایستاده است. Exercise 20 مشق 20. برای موضوع امروزه را خوبتر فهمیدن مشق 20 را اجرا میکنیم. Complete the sentences with the words in parentheses. جمله ها را با کلمه هایی که در قوس ها هستند پر نماید. ما باید جمله را دیده کلمه های درون قوس را در زمانی حاضره عادی و یا حاضره دوامدار گذاریم. مثال یکم را خود کتاب اجرا کرده است. Ahmed talks to his classmates every day in class. احمد با همصنفانش در صنف هر روز گپ میزند. کلمه every day هر روز آمده است. از این رو در زمانی simple present حاضره عادی می آید و درباره he گپ رفته شده است. فعل ما اسم میگیرد. talks می شود. مثال دوم right now خود حاضر گفته آمده است. از اینجا میفهمیم که
جمله ما در زمان حاضره دوامدار باید بیاید. Right now he is talking to Yoko. خود حاضر وای با یوکو گپ زده ایستاده است. دوام جمله هست و در زمان حاضره دوامدار بیاید چون که right now آمده است. He isn't talking to his friend Omar right now. وای با رفیقش عمر گپ نزده ایستاده است. عین حال وای با رفیقش عمر گپ نزده ایستاده است. جمله دیگر in city درباره زمانی عمومی گپ رفته ایستاده است. از این رو زمانی حاضره عادی می شود. It rains a lot in this city. در این شهر بسیار باران می بارد. But در دوام جمله right now عین حال آمده است و در زمان حاضره دوامدار می آید و کلمه not آمده است در شکل اینکاری. جمله ما می شود But it isn't raining right now. اما حاضر باران نباریده ایستاده است. دومی موضوع است The sun is shining. آفتاب درخشیده ایستاده است. In your hometown در کشور شما. از اینجا میفهمیم که درباره زمان عمومی گپ رفته ایستاده است و جمله باید جمله سوالی شود. چرا که میدونید در جمله های سوالی فعل های یاری دهنده داشتیم دو و does و در اینجا درباره یک موضوع گپ رفته ایستاده است. از این رو does استفاده میبریم. Does it rain in your hometown؟ آیا در کشور شما و یا در وطن شما باران بسیار میبارد؟ مثال دیگر در جمله every day آمده است هر روز. از این رو میفهمیم که جمله ما simple present tense می باشد زمانی حاضره عادی. Hans and Anna sit next to each other in class every day. Hans و آنا در صنف در بر یک دیگر میشینند هر روز. So they often in frequency adverb می باشد و frequency adverb در زمانی حاضره عادی استفاده می شد. اگر در یادتون باشد always, usually, often, sometimes, seldom. از این رو کلمه ما help می شود. So they help each other with their grammar exercise. پس آنها یکدیگر را با مشق‌های گراماتیکا یاردم میکنند. They should. از این رو فعل در شکل help آمد به یگان s. Right now خود حاضر آنا باید زمانی حاضره دوامدار شود جمله‌مان. Anna is helping Hans with an exercise on present verb tenses. عین حال آنا و هانس در مشق زمان فعل‌های زمانی حاضره یاری داده ایستاده است. Is helping چون که right now آمد. مثال دیگر روبرتو every evening هر بیگاه آمده است. این عادت ها را نشان می‌دهد. از این رو simple present tense زمانی حاضره عادی استفاده می‌بریم. روبرتو cooks his own dinner every evening. روبرتو هر بیگاه خوراک شامش را خودش می‌پزد. درباره یک نفر درباره هی گپ رفته ایستاده است. از این رو cooks می‌شود. Right now خودی حاضر یعنی جمله ما زمانی حاضره دوامدار می شود. Right now he is in his kitchen. عین حال وی در آشخانه اش است. He is cooking rice and beans. وی برنج و دانگی پخته ایستاده است. جمله دیگری همان جمله سوالی می باشد. Is he cooking meat for his dinner tonight too? آیا وی برای خوراک شام امشبش هم گوشت بپزد؟ No, he is a vegetarian. نه، وی ویگیتریان هست. یعنی گوشت نمیخورد. He meat میشود گوشت. جمله ما در شکل منفی باید باشد و درباره زمان عمومی گپ رفته ایستاده است. از این رو doesn't eat. He doesn't eat meat. وی گوشت نمیخورد. مثال دیگر سوال باید دهیم. Do you eat meat? آیا تو گوشت میخوری؟ جمله دیگری ما Are you a vegetarian?
آیا تو ویژیتریان هستی؟ میگذاریم با مشق دیگر. Exercise 22 مشق 22. در مشق 22 در قوطی بعضی کلمه ها آورده شده است. در پایان آن رسم ها آورده شده است. ما باید با هر کلمه یک جمله در زمان حاضره عادی، یک جمله در زمان حاضره دوامدار یعنی present simple و present progressive باید جمله سازیم. سوال دهیم و جواب دهیم. با یکی از کلمه ها خودی کتاب مثال آورده است. Read a newspaper روزنامه با یا مجله خواندن. در رسم چهره که میبینید روزنامه خوانده ایستاده است و وقتی که در زمان حاضره دوامدار سوال دادنی باشه میگیم Is Anna reading a newspaper؟ آیا انا روزنامه خوانده ایستاده است در زمان حاضره دوامدار؟ و جواب ما اگر yes باشد میگیم Yes she is. با فعل یاری دهنده is آغاز شد و جواب ما هم she is میشود. بله. مثال دیگر در زمان حاضره عادی درباره she گپ رفته ایستاده است. از این رو فعل یاری دهنده does استفاده میبریم برای سوال دادن. Does she read a newspaper every day؟ آیا وی هر روز روزنامه میخواند؟ Yes she does. در اینجا هم در جواب فعل یاری دهنده does استفاده میبریم. Yes she read نبو yes she does میگیم. ما بعضی مثال ها رو اجرا میکنیم، بعضی دیگرش رو شما خودتون اجرا مینمایید. مثال یکم چهره که میبینید ولوسیپد رانده ایستاده است و ولوسیپد راندن میشود ride her bicycle. ولوسیپدش رو راندن، دوچرخه‌اش رو راندن. در زمان حاضره دوامدار جمله میسازیم Is Anna riding her bicycle؟ آیا انا دوچرخه‌اش رو رانده ایستاده است؟ جواب ما اگر no باشد میگیم No she isn't. نه نرانده ایستاده است. در زمان حاضره عادی simple present tense اگر سوال دادنی باشه میگیم Does she ride her bicycle every day؟ آیا وی هر روز دوچرخه‌اش رو میراند؟ جواب ما اگر نباشد میگیم No she doesn't. مثال دیگر موسیقی گوش کرده ایستاده است. موسیقی گوش کردن می شود listen to music با موسیقی گوش دادن. در زمان حاضره دوامدار present progressive اگر سوال دادنی باشه میگیم Is Anna listening to music؟ آیا انا با موسیقی گوش داده ایستاده است؟ جواب ما اگر yes باشد میگیم Yes she is. بله. اگر در زمان حاضره عادی simple present tense سوال دادنی باشه میگیم Does Anna listen to music often؟ آیا انا زود با موسیقی گوش میدهد؟ اگر جواب ما yes باشد میگیم Yes she does. بله. رسم سیوم آببازی کرده ایستاده است. آببازی کردن می شود swim. در زمان حاضره دوامدار present progressive جمله می سازیم Is Anna swimming right now؟ آیا انا عین حال آببازی کرده ایستاده است؟ اگر جواب ما yes باشد میگیم Yes she is. اگر جواب دراز دادنی باشه میگیم Yes she is swimming right now. در زمان simple present سوال ما چنین می شود Does Anna swim every Sunday؟ آیا انا هر روز یکشنبه آببازی میکند؟ اگر جواب ما yes باشد میگیم Yes she does. اگر دراز جواب دادنی باشه میگیم Yes Anna swims every Sunday. بله انا هر روز یکشنبه آببازی میکند. مثال دیگر چهره که میبینید تلویزیون تماشا کرده ایستاده است. تلویزیون تماشا کردن میشود watch TV. در زمان حاضره دوامدار سوال میسازیم Is Anna watching TV؟ آیا انا تلویزیون تماشا کرده ایستاده است؟ اگر جواب ما no باشد نباشد میگیم No she is not و یا No she isn't. اگر در زمان حاضره عادی جمله ساختنی باشه میگیم Does Anna watch TV every night؟ آیا انا هر شب تلویزیون تماشا میکند؟ اگر جواب ما بله باشد میگیم Yes she does. Exercise 23 مشق 23 Complete the sentences جمله ها رو پر نمایید. Use words from the list کلمه ها رو از روی خط استفاده برید. ما باید جمله ها رو پر نماییم و در جای های خالی کلمه های am, is, are, do و does گذاریم.
مثال یکم را میخونیم. You ready. این سوال عادی است. در این سوال در جای خالی are میآید. Are you ready؟ آیا تو آماده هستی؟ چون که درباره زمان حاضره گپ زده ایستادیم و you آماده است. با pronoun you فعل to be are استفاده میبریم. The bus leaving right now. درباره زمان حاضره دوامدار گپ رفته ایستاده است. از این رو is استفاده میبریم. The bus is leaving right now. اتوبوس با حرکت آغاز کرده ایستاده است و یا رفته ایستاده است. با رفتن آغاز کرده ایستاده است. مثال دیگر You have enough money for the bus. درباره زمان عمومی گپ رفته ایستاده است. از این رو do استفاده میبریم. Do you have enough money for the bus؟ آیا برای اتوبوس پولی کافی داری؟ این زمان عمومی است. از این رو simple present tense می شود و فعل do استفاده بردیم. Oh no, it's raining. Raining فعل ing آمده است. پسوند ing آمده است. از این رو میفهمیم که زمانی حاضره دوامدار است. از این رو is استفاده میبریم. It is raining again. باز باران باریده ایستاده است. در جمله دیگر کلمه often آمده است. کلمه often frequency adverb می باشد و frequency adverb تنها در زمان حاضره عادی یعنی simple present tense استفاده می شود و جمله همان چنین می شود. Does it rain often in the city؟ آیا در این شهر زود زود باران می بارد؟ مثال دیگر Excuse me, what time you have آمده است. Have این زمانی حاضره عادی را نشان می دهد و you آمده است. از این رو do استفاده می بریم. Excuse me, what time do you have؟ مثال دیگر No one is here. کسی در اینجا نیست. Am I early or late؟ من بر وقت آمدم یا دیر کردم؟ درباره حاضر گپ رفته ایستاده است. از این رو am استفاده میبریم چون که جانشینی پروناونی I آمده است. با I am استفاده می شود و در زمان حاضره دوامدار است. از این رو am I early or late؟ من بر وقت آمدم یا دیر؟ مثال دیگر looking پسوند ing آمده است. از این رو از اینجا میفهمیم که زمانی حاضره دوامدار یعنی present progressive tense می باشد و جمله مان می شود I am looking for the registration office. من برای آفیسی و قیدگیری آفیسی و قیدگیری رو جستجو کرده ایستادم، گفته ایستادم. You know where is it؟ درباره زمان عمومی گپ رفته ایستاده است. You آمده است. از این رو دو استفاده میبریم. Do you know where is it؟ آیا این در کجا است میدانی؟ مثال دیگر When the registration office closed. کلمه فعل close آمده است. از اینجا ما میفهمیم که باید does استفاده میبریم. این چون registration office تنها است، یک تا است. از این رو یعنی pronoun it می باشد. از این رو does استفاده میبریم. When does the registration office close؟ آفیسی با قیدگیری کی پوشیده می شود. مثال دیگر Where your school؟ Where is your school؟ این حال پرسیده ایستاده ایم. از این رو کلمه is استفاده میبریم. Where is your school؟ مکتب تو و یا مکتب شما در کجا است؟ Where you live؟ درباره عمومی زمان عمومی گپ رفته ایستاده است. از این رو فعل do استفاده میبریم. Where do you live؟ در کجا زندگی میکنی؟ Your classmates live near you. در اینجا هم درباره زمان عمومی گپ رفته ایستاده است. از این رو سوال میدهیم Do your classmates live near you؟ آیا همصنفان تو در نزدیکی تو زندگی میکنن؟ از فعل live هم زمانی simple present tense بودنش رو هم میفهمیم. Do your classmates live near you؟ آیا همصنفان تو در نزدیکی تو زندگی میکنن؟ Exercise 24 مشق 24 Complete the sentences with the words in parentheses. جمله ها رو با کلمه های درخواست بوده پر نمایید. قسم اول رو کتاب اجرا کرده است. Tom is on the plane. On the phone. Tom در تلفن است. جمله دیگر سوالی است. Is he talking to his wife؟ آیا وی با همسرش گپ زده ایستاده است؟ Yes. بله. Does he talk to her often؟ کلمه often آمده است. از این رو simple present tense استفاده میبریم. Does he talk to her often؟ آیا با وی زود زود گپ میزند؟ Yes, he talks
to her every day during his lunch break. Every day омадааст аз ин рӯ simple present tense истифода мебарем ва дар бораи he гап рафта истодааст аз ин рӯ talks мешавад. Бале вай ҳар рӯз дар вақти танаффуси хӯроки нисфирӯзияш ва ё дар вақти танаффуси нисфирӯзияш бо вай гап мезанад. I every day омадааст аз ин рӯ simple present tense мешавад. I walk to school every day. Ман ба мактаб ҳар рӯз роҳ гашта меравам. I давоми ҷумла аст, ҳамон замон мешавад ва not омадааст дар шакли инкорӣ. I don't take the bus. Ман автобус намегирам. ҷумлаи дигар. Do you take the bus? Оё ту автобус мегирӣ? Яъне ба автобус менишинӣ? No, I don't. Не, намегирам. Қисми сеюм. Anna is in the hallway. She talk to her friends. дар бораи замони ҳозираи давомдор гап рафта истодааст. Аз ин рӯ is she talking to her friends? Оё вай бо дӯстонаш гап зада истодааст? No, she isn't. Не, she ҳамон замон аст. Is running to her next class. Вай ба синфи баргиаш давида истодааст. қисми чорум. I every day омадааст аз ин рӯ simple present tense яъне ҳозираи оддӣ аст. I read the newspaper every day. Ман ҳар рӯз рӯзнома ва ё маҷалла мехонам. How about your grammar book? китоби грамматикатро чӣ? Every day омадааст. ин ҳам инчунин калимаи аломати савол омадааст. ҷумлаи мо бояд саволӣ дар замони ҳозираи оддӣ шавад. Do you read your grammar book every day? оё ту китоби грамматикатро ҳар рӯз мехонӣ? No, I don't. Не, I every day омадааст. замони ҳозираи оддӣ бояд шавад. I don't read my grammar book every day. ман китоби грамматикамро ҳар рӯз намехонам. қисми панҷум. Right now омадааст. вақте ки right now биёяд мо мефаҳмем ки ҷумлаи мо замони ҳозираи давомдор аст. What are you reading right now? айни ҳол чӣ хонда истодаӣ? I am reading my grammar book. ман китоби грамматикамро хонда истодаам. қисми шашум. Your coat. саволи мо мешавад. Do you want your coat? оё ҷомаатро ва ё курткаатро мехоҳӣ? Yes. дар замони умумӣ аст ва ҷавоби мо yes мебошад. мисоли дигар. Be this your coat. ҷумлаи мо мешавад. Is this your coat? оё ин курткаи ту аст? No, my coat is hanging in the closet. не, курткаи ман дар ҷомадон ва ё дар шкаф овезон аст. дар бораи замони ҳозираи давомдор аст, яъне ҳозир овезон аст. аз ин рӯ is hanging истифода бурдем. New words. калимаҳои нав. Breakfast наҳорӣ, lunch хӯроки нисфирӯзӣ, dinner хӯроки шом, meal хӯрок, kitchen ошхона, rice биринҷ, bean донагӣ, meat гӯшт, vegetarian вегетариан, wife зан ва ё ҳамсар, husband мард ва ё шавҳар, break танаффус, coat куртка, closet либосдон, registration ба қайдгирӣ, hang овезон кардан, swim оббозӣ кардан, early барвақт, late дер, tonight имшаб. дар ин ҷо расидем ба поёни дарси 31 ва вазифаҳое ки баъд аз ин дарс мо ба шумо медиҳем. якум. машқҳои китобро ба дафтаратон нависед. машқҳои 20, 22, 23 ва 24 боби 4 китобро ба дафтаратон нависед. дуюм. бо ду замони мавзӯи имрӯза 10-тоги ҷумла нависед. сеюм. калимаҳои навро аз ёд кунед ва дар ҷумласозӣ истифода баред.
اینک رسیدیم به پایان یک درس دیگر. اگر به کانال ابونه نشده باشید لطفاً ابونه شوید و نوار لایک گذارید. برای بهتر کردن صفت درس ها و فکرهای خود را در شرح ها نویسید. این نوار را به دوستان و نزدیکانتان روان کنید و برای اولین شده خبردار شدن از درس های نو زنگوله را زیر کنید. و از همه شما برای تماشای نوارهای ما تا آخر منت داریم. لطفاً با ما باشید و با ما زبان انگلیسی را آسان و رایگان آموزید.